من کاری ندارم با جمهوری اسلامی. هر نظامی، هر حکومتی در هر شکلی، هر ابعادی، اصلا یعنی چه؟ از روز اول دیگه چرا تسلیم نمیشن؟ خب بابا بهت رویا فروختن. رفتن جمهوری اسلامی رویاست، ولی آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، خانه را مجانی میکنیم، به این مقدار دل خوش نباشید این بود. چرا؟ اینا رویا فروشی نیست؟ مگر جمهوری اسلامی دست خودشه که بره تسلیم بشه؟ مگه جمهوری اسلامی اجازه یه همچین کاری رو داره؟ اصلا نظامی داره. اصلا ببین، من اصلا بحثم از جمهوری اسلامی نیست. الان جمهوری اسلامی هست، جمهوری هر چیزی. من با اون یک قرارداد اجتماعی دارم که او باید از امنیت من محافظت کند. آخه مجید جان دلبندم، مشکل همون جمهوری هر چیزی هست دیگه، چون اون چیزی که شما توش هستی اصلا جمهوری نیست. چون اگه جمهوری بود الان منم تو استودیو بالایی تو داشتم برنامه میساختم. پس اسمش هرچی هست جمهوری نیست. عذر میخوام من، تو اون قرارداد اجتماعیتون نیومده که وقتی جنگ میشه حداقل اینترنت رو باز بذارن که دشمنت بتونه بهت اخطار تخلیه بفرسته؟ نیومده وقتی بمبارونه باید یه آژیر ریز بکشن که بتونی بری توی پناهگاه؟ آها، حواسم نبود اصلا. تو اون قرارداد شما اصلاً این مطرح نشده که حکومتی که 50 ساله داره کل جهان رو تهدید به نابودی میکنه باید اول واسه مردم خودش پناهگاه بسازه. ببخشید معذرت میخوام، ادامه بدید. جورو نمیفهمه اصلا چی داره میگه. نه خب نمیفهمه دیگه، ولی اون به من میگه نفهم. تازه گاو هم بهم گفت. واقعا؟ بهت گفت به آب نفهم؟ فقط به خاطر اینکه یه حکومتی طرفداری میکنی که توی 2 روز از یک جنگ 40 روزه بیشتر آدم کشته؟ واقعا به خاطر این گفت به گاو؟ بابا مردم چرا اینقدر مؤدب شدن؟ اون خشم حماسیتون کجا رفته؟ لقمان حکیم من این حجم از مالکشی و خونشوری رو ببینه به کمتر از فوش خار مادر اکتفا نمیکنه.